ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وبقول الشیخ السعدی: مبادا دل فرو مایه شاد که از بحر دنیا دهد دین بباد. محترم برادران، خواهران، جوانان دلیر، محسن سفیدان، معزز تحفه ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز به محضر شما حضار گرامی تقدیم می نمایم. موضوع من حقیقت دنیا است. ای کسانی که حاکم هستید، از شهرواری تا رئیس جمهور، شما مسئول هستید. بر این قضیه عبدالرؤوف اگر دزدان هم دزدی می کند به خاطر زرق و برق دنیا می کند. پس شما مسئولان بشنوید از حقیقت دنیا. سامعین محترم، دنیا دار الفناء است، آخرت دار البقاء است. دنیا دار الغرور است، آخرت دار السرور است. دنیا دار العمل است، آخرت دار الجزاء است. دنیا بال مگس و خانه عنکبوت است، آخرت سکون قلب و روشنی چشم است. دنیا سراب است، آخرت دار ابدی است. دنیا متاع قلیل است، آخرت عطای جمیل است. این دنیا ظاهرا خوب صورت و دلکش است. هر کی این را با نظر محبت آمیز ببیند، دنیا او را به محبت خود غرق می سازد و طوری که محبت و الفت افزایش بیاید، دنیا از او دور شده می رود و دنیا با او بازی می کند و او را عبد الدنیا و دارهم می سازد و از دل و دماغ او دین اسلام را فراموش نموده در طاق نسیان می گذارد. رب کائنات فرموده است: و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یعنی این دنیا زندگی خوشمنای دنیا سراسر متاع فریب است. حیثیت آن عند الله برابر مکس لنگ هم نیست. حضار گرامی، دنیا دار الامتحان است و شما می دانید که امتحان در یک صحن تا یک وقت مخصوص می باشد. بعد از آن از صحن کشیده می شود. اگر در تالار صحن ورق امتحان را درست حل کرده شود، به شما پروانه کامیابی داده می شود و اگر ورق امتحان را نادرست حل کرده نشود، به ناکامی دچار می شود. همچنین مثال دنیا است که اگر در آن زندگی دارای ایمان و اعمال به سر نموده، پروانه کامیابی داده می شود و اگر نه به ناکامی دوچار خواهد شد. سرور کائنات همیشه امت خود را به محبت کردن با دنیا منع فرموده است. امت و حسن سرور زیبایی دنیا را بر کفار قرار داده است. برای مؤمنان الله تعالی جای سکون و راحت بهشت را قرار داده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یعنی دنیا برای کافر بهشت است و برای مؤمنان زندان است. کفار در دنیا هر طوری که بخواهد و هر چی بخواهد میتواند. مورد پسند مؤمنان در آخرت می باشد. هر مؤمن در بهشت هر گونه بخواهد زندگی بسر کرده میتواند. ولی در این دنیا مؤمن چیزهای مورد پسند خود را به دست آورده نمیتواند، زیرا که این دنیا برای او زندان است. یعنی مسلمانان پابند شریعت محمدی می باشد، مطابق خواهشات خود را رفتار کردن نمی تواند، مطابق خواهشات خود را در بهشت رفتار کرده می تواند. پیامبر اسلام فرموده است: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. یعنی در دنیا هر طوری باش چنان که مسافر رهگذر است. در جای دیگری: حب الدنیا رأس کل خطیئه. یعنی محبت دنیا ریشه تمام بدیها است. ای انسان نادان، به هوش بیا و از دنیا پرستی و زر پرستی باز آی. از دنیا و اهل دنیا تعلق خود را قطع کن و با اخلاق عالم واسطه بگیر. امیدوارم که الله تعالی ما همه را توفیق ایمان اعمال نیک عطا فرماید و محبت دنیا را از دل ما بکشاند و ما علینا الا البلاغ المبین. آمین.